تمرین: شاغول خود را در وضعیت نقطه آغاز قرار دهید و بپرسید هنگام فرارسیدن بهار، وقتی علف‌ها برای اولین بار سبز می‌شوند، آیا رنگ آنها سبز است؟ هیچ کس نیست که پاسخ چنین سوالی را نداند. بنابراین هر حرکتی در شاغول شما یعنی پاسخی که به دنبال آن بودید بلی. در نتیجه به شاغول خود نگاه کنید که چگونه از نقطه آغاز به وضعیت بلی تغییر حالت می‌دهد. پس از ثبت نتیجه حرکت اول برای دریافت حرکت دوم این سوال را می‌پرسید: آیا برف به رنگ سبز است؟ طبیعی است که شما پاسخ این سوال را می‌دانید. بنابراین شاغول از نقطه آغاز به وضعیت خیر تغییر جهت می‌دهد. برای اشخاصی که پاسخ بلی از طرف شاغول آنها در جهت حرکت عقربه‌های ساعت باشد، جواب خیر طبیعتاً برخلاف حرکت عقربه‌های ساعت خواهد بود. هیجان چنین آزمایشی تمام دانشجویان را به وجد آورده بود و می‌خواستند تا بیشتر و بیشتر بدانند. سال‌های بیشماری از اطراف آن فضای آکنده از شور و هیجان به سمت استاد ابوعلی سینا روان بود و استاد به یکی از انبوه سوال‌ها پاسخ داد و گفت: به یاد داشته باشید که از این پس شاغول در دستان شما مانند عضوی از بدنتان خواهد بود، عضوی که فراتر از سایر اعضای بدن شما به شما خدمت خواهد کرد، زیرا قرار است تا در آینده با این عضو جدید خود پیشگویی کنید. بنابراین در اولین قدم خود نباید شکست بخورید. اگر شاغول شما نخواست در روزهای آغازین با شما هم‌آواز شود، آن را مجبور کنید تا به هر جهتی که دوست دارید بچرخد و بگویید این پاسخ بلی است و این پاسخ خیر است. بدانید که اگر با جرأت و جسارت این کار را انجام دهید موفق خواهید شد. اگر این تمرینات را در روز چندین بار انجام دهید باعث می شود که توانایی پیشگویی شما با شاغول در عرض یک هفته پرورش یافته و شما بتوانید با بخش ناخودآگاه وجودتان